ما اومدیم دوباره با یک تتوی خفن دیگه. اینجا کارو داریم واسه مشتری استنسیل میکنیم. استنسیل کردن کار خیلی مهمه، چون توش جزئیات کار معلومه، چیزی که شما قراره باهاش کارو تکمیل بکنید. حالا قسمت سایه ها، قسمت لاین ها، خیلی باید تمیز باشه این کار. و یه چیزی بگم، هیچ وقت هر تتویی که میزنید ازش پشیمون نشید. اون تتو رو شما انتخاب کردید، رو تن شماست. چرا وقتی یکی بهتون میگه نمیدونم قشنگ نیست یا نمیدونم رو تن بقیه هست ازش پشیمون میشید؟ در نتیجه پس از تتویی که میزنید اصلا پشیمون نشید، چون اون تتو رو شما با عشق و علاقه زدید عزیزان. انتهای ویدیو هم تموم شده کاره، حتما اما حمایت کنید، لایک و کامنت هم فراموش نشه. اینجا هم یه استراحت کوچولو کردیم و یه فیلم کوتاه وسط کاره که دارید میبینید. بریم ویدیو رو ببینید. ببین قلبم شکست اما نترسی، طرف بازی ترسیدم نداره. یکی خواستش دلو چیزی نگفتم، دل خالی که دزدیدم نداره.